خیلی خوش آمدید ویدیوی از رام دیوتی. اینی که شما میبینید این چیه؟ من کالاف ببین سوتی اسم چیه؟ اسم چیه؟ کرش آف کردن داریم بازی می‌کنیم. زمین من توی این مپ خونه من لسه تالار، یعنی تالار 104 یه سپادگان 105. اون سرزمین رو ببینیم. سرزمین من زیاد سازی نمی‌کنم الان با باتری من کمتر از 20% بشه. خب میزنم بدن میزنم فشار نه دقیقا بزنم فشار. خب زدم تو شارژ اومدم. این بیس من تو این تیکش که من این تیکه زیاد نمیام بیشتر این تیکه. بریم با هم یه اتک بدیم اگه ویدیو قطع نشه. تبریک اولا یا حضرت عباس. چی شد؟ او انقدر پلیرم اگه من یه نوبم. این خوبه مثلا این خوبه چه نه واقعا خوبه. سمای دو تا از اینا بلدن اینجا اینو برستم چند سیگن اینا این چیه؟ اینا رو بریزم این دورو برا مشت برای باز نکرد میگه جهنم کافیه. میمیرم نه میمیرم برو اون رو بزن اون رو خوبه بابا بزن. اینو دارم اور برای من اور و منابع جمع میکنم. او این من زرنگ بود. یه دونه سزیدم تو شو بود اینجا که مثلا میذاره بخت تلف بشم زدم. آسیب کلم تازه چقدره؟ آسیب کلم تازه اسم چی بود؟ آسیب کلم تازه کل 43%. میگه 100 خورده پول میخوام برای که مثلا تالارم رو بدم. تالارم 100 خورده پول میخوام. 100 خورده فکر کنم جوشت. نه 150 جور نمیشه. تو باید مخصوصا ارتقا بدیم فکر کنم. نمیدونم خوب رکورد میشه نمیشه. نمیدونم تو خوب رکورد میشه یا نه. اما میگم که تا 3 دقیقه ویدیو گرفته. از این پارتی که داشت گرم من دوستان لایک کنین که قراره کیس بگم. خواهم وارزون بازی کنم. وارزون خیلی وارزون دوست دارم. گیم خیلی بالیه. کسی خواستم با من بازی کنن حتما بهشون آیدی میدم بریم بشینیم بازی کنیم. من هیچ حرفی ندارم. شما این رفیق من هر چند ساله که باشه شما این رفیق من دیگه چه فرقی داره؟ چه وقت ندارم. خب اورا زیاد ضربه نزدیم. بودو دیگه یه سراغ اون بونا ضربه بزنن. هان دیگه 8 16 15 بخاطر پولش مثلا اومدم دوتا رو خراب کردم ماشاءالله. بالاخره تموم میشه. نمیدونم بتونیم حداقل اینا رو پولاشو بکشیم بالا که نشد بکشیمش بالا. اشکال نان بریم برگردیم به خونه ببینیم خونه چه خبره الان. مخزنم پر اکسیرم 100% اکسیر پره. میتونم یه قبیله رو ارتقا بدم اما نمیدم. کرمی که من دارم اینه. من باید اینا رو ارتقا بدم. این دو پس چیش این دوتا رو ارتقا دادیم توی این پارت. فعلا هنوز هست ویدیو. هر وقت قطع شد بدونین دیگه. من یه ذره چند تا از این نیرو بیارم. خیلی آدم گذاشتم 10 تا کافی هست. از هزینه همشو میارم.
نه 10 تا بربر نه، از اینا میارم 2 تا از اینا 10 تا. آره 10 تا الماس میریم بهش، اشکال نداره. 2 تا از من 50 تا چی گرفت؟ اکسیر گرفت. واه من 50 تا اکسیر گرفت. واه ام. 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 یه دست اتک بدیم، بریم یه دست اتک بدیم. چقدر پول داره، به همین اتک میدم. من به همین اتک میدم. رفت رو باز اون دیگه. بریزم اینجا. اینم برم سراغ این. شما بریم پیش اورا. داشت من اینا برام مهمه. هم تالار ارتخاب بدم. نیاز دارم بین. اگه بچه صدا داره بعد رکورد میشه ببخشید. حالا قشنگ اورا رو برم میکشم بالا. نانی 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 نه نه نه. اینم زرنگ بازی در آورده. یکی اینجا گذاشته، اون یکم اونجا گذاشته. دیگه این همون مال جاینت فکر کنم اسمش داره. جاینت هم کشتش. 2 تا مونده ازش. نه اونا ریختن داخل. اینه منابع رو بزنن. 21 هنوز خودی منابع داره. چون منابعی داشت. خدای منابع زیادی داره. هم یه ذریعه هم یه چوسه بیس. خیلی منابع داره. چه خبرته؟ خب کردی کودت؟ عجب بودشه. خب تو این همه منابع رو میخواد چی کار کنی؟ حتی به نرد میخورد ما چاگونی که هیچی. حالا میتونی بری 1001 چیز بگیری. خدا کنه الان ویدیو قطع نشه، خواهش میکنم ازت. خدا دارم ویدیو میگیرم. آفرین قطع نشه. اینم مخزنه اکسیر اینا رو میتونم بیان. دارم چند دقیقه رکورد میکنم بچه ها. لایک کنین، سابسکرایب کنین حتما. خواهش میکنم من دیگه دنبال کنم. خواهش میکنم. میخوام کیس بگیرم. کی قرار گرفته بشه، چیزا که قرار گرفته بشه. وقتم شد. ببین اینو با اون برو بزنم. تمام منواش کشیدیم بالا. راستا فلت نیستم. برای این سری بزنن کار اینم بخوابونن و منابع رو گرفتیم. تمام. پیروزی با آسیب کل 100%. 140 تا شده. اینا تا اساسا 6 ساعت دیگه فکر کنم. نه دیگه همزمان پر میشن دیگه. نه 1 دقیقه فاصله داره. نه 1 ثانیه نمیدونم، شما میفهمین دیگه. اینا فکر کنم 3 ساعت و 52 دقیقه دیگه درست میشن. این بیس اینجاست. حالا من این دیگر اینجا بکشم. فنس الان یه تر بری اون که بیس. این بیس بذار درست کنه. شد شما هست. اینو میذارم اینجا باش. مخزن اکسیر میارم این و تانکر رو میبرم اون و اینو میرم پشتش اینم میرم داخل. اینم میندازم بیرون. آن دیگه بابا. اینم مثلا میندازم اینو ببرم. اینو میارم این داخل که قشنگ از همه اینو محافظت کنم. خب حالا مخزن اکسیر جای پول در آوردنمون. دوباره یه دونه دیگه از اینا اینجا که این تیکه رو پوشش بده. تو هم بیا اینجا. الو تو هم بیا اینجا رو پوشش بده. تو هم بیا این تیکه رو نکنه قشنگ محافظتی کردم. بعد این دیوار رو کلن بیارم اینجا. دیوارم کلن بیارم اینجا.
بیس فعلا اینطوری کردم. الان که بریم اینجا اتشمنت ها واه، از این بربر 3 تا بربر استفاده میکنم. کلان میام توی زمین. 10 دقیقه رکورد شده. ما یه دست پایین میریم و این تموم میشه. تموم میخوام بکنم دیگه. یه دست پایین بریم. این 3 تا بربر از همینجا بندازم. اینجا بعد ولیش اینه که منابع نمیده کلا. اون ور میدونی یارو که میزنی منابعش بکشی بالا. شما رفت خونه یه دونه از بربرمون باختیم. آسیب کل 34% آسیب زدم آخه. خب دوستان ممنونم که تا اینجا ویدیو با من بودین. لایک و سابسکرایب یادتون حتما لاک کنین که حتما انرژی بدین. پارت بعدی قرار انجام بشه و چی شد توی این پارت. این ور چیدمون کردیم. این دوتا رو گوشیم برای ساخت که قرار 150 تا بدیم. تالار قراره بدیم بالا که 150 تا نیاز داره که برسه به سطح 5. یه سری چیزا برامون باز شه. بعدن اینکه بعدن اینا رو قرار ارتقا بدیم دونه دونه. اینا رو قرار ارتقا بدیم، قرار مخزن اضافه کنیم. خب دوستان اگه دیدین خب لایک کنید. ویدیو فعلا خدا